میخوام توی 10 دقیقه 10 تا از بهترین سریال های نتفلیکس با امتیاز خیلی بالا رو بهتون معرفی کنم. رفقا حالتون چطوره؟ میخوام خیلی سریع برم سر اصل مطلب. میخوام بهتون 10 تا سریال پرطرفدار با امتیاز ریت خیلی بالا از نتفلیکس رو بهتون خیلی سریع معرفی کنم. اولین سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال دارکه که خب اینم سازه نتفلیکسه. یکی از بهترین سریال های زمان خودش هست. همین الانش هم جزو ریت بالاهای نتفلیکسه. تا همین الان کلی طرفدار داره. یه سریال خیلی مخوف و پر از رمز و راز و پر از اتفاقات عجیب و غریب داخلش. بنابراین یکم سریالش داره اینه که به زبان آلمانی خیلی به خاطر اینکه چون زبانش زبان آلمانی بوده نرفتن سراغ این سریال. ولی بهتون حتما پیشنهاد میکنم که این سریال رو برید ببینید. اگه دنبال سریال هایی که پر از رمز و راز و پر از اتفاقات دارک و عجیب و غریب هستید، دارک رو بهتون حتما پیشنهاد میدم. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم شماره دوم ما به اسم اوزارک که یکی از سریال های خیلی خوب نتفلیکسه. تقریبا از سال 2017 داره میاد. داستانش به این قراره که یه مشاور مالی توی شیکاگوه که به همراه همسرش و دو فرزندش زندگی عادی دارن، ولی زندگیشون یه دفعه دگرگون میشه و درگیر یه سری اتفاقات توی کارتل میشن که خب در واقع حالا این وکیل درگیر سری کارهای پولشویی توی کارتل میشه و سری کارهای جنایی طور تقریبا توی سریال دخیل میشه. و سریال یه جورایی تو محوریت تقریبا پولشویی و بقا و نمیدونم خانواده و در واقع روایت میشه. داستان جالبی داره، یک نواخت نیستش داستانش و نسبتا امتیاز خیلی بالایی هم داره و طرفدار خیلی زیادی و بین کلا طرفدار نتفلیکس و سریال های این سبکی خیلی جذب کرده. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم اصل مشترک از نتفلیکس و مارول به اسم دیر دویل، یکی از امتیاز بالاهای نتفلیکس هم هستش. این سریال به این شکلی که یک وکیل نابیناه ولی خب سوپر قهرمانه. دیگه سریال مارول دیگه بالاخره جز سریال خیلی خوب مارول هم هستش. خیلی طرفدار داره، صرفا خیلی کودکانه نیستش. داستانش هم بر محور قهرمانان تور و در واقع یه سری اخلاقیات و کارهای غیر اخلاقی در واقع پیش میده. این در واقع بازیگر نشناسی فیلم میمونه که آیا مثلا اخلاقیات و در واقع کار خوب رو انتخاب بکنه یا کار حالا شر و کار خیلی بد رو انتخاب بکنه و انجام بده. یه جوری درگیری ذهنی خود حالا اون بازیگر یا حالا اون قهرمان رو در واقع داره به چالش میکشونه. سریال جالبی، امتیازش خیلی بالا. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر فن مارول هستید میتونید این سریال توی لیست خودتون بذارید. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال بلک میروره. البته بلک میرور دقیقاً از اولش مال نتفلیکس نبودش. در واقع آخرین فصلی که اومد ازش نتفلیکس در واقع پلتفرمش دیگه گرفتش و دید خیلی طرفدار داره و دیگه کاپیدش یه جورایی تقریبا. قطعاً بلک میرور رو خیلیاتون شنیدید یا حالا از کسی گفته که بهتون خوبه یا بده و فلان اینا. بهتون حتما پیشنهاد میکنم اگه جزو افرادی هستید که دنبال سریال های دارک و ترسناک نه، ولی نه از نظر اینکه به ترسونتون جنی بپره وسط نه یکی بالا پایین بکنه، نه، دنبال سریال هایی هستید که داستان های دارک و ترسناکی داره، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بلک میرور رو ببینید. یکی از فیوریت ها، یکی از مورد علاقه ترین سریال من واقعا بلک میرور توی این لیست. خیلی داستان جذابی داره. در واقع سریالش اینجوری که هر قسمتش هیچ ربطی به قسمت اولش نداره. من یه پرانتز اینجا باز کنم، اگه سریالش رو شروع کردید به دیدن قسمت اولش رو دیدید حالتون بد شد به قسمت اول خوشتون نیومد، اسکیپ نکنید، کلا سریال بی خیال نشید، چون بدترین قسمتش تقریبا قسمت اول فصل 1 ولی از فصل 1 قسمت دوم یه چیز ماورایی واقعا اتفاق میفته و حتما بهتون پیشنهاد میکنم بشین ببینید. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم خب همون زندگی نامه پابلو اسکوبار. همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم قاب گوشی من مال همین سریاله و در واقع زندگی نامه خود پابلو اسکوبار رو داره نشون میده. چه اتفاقاتی توی کارتل داره میفته، چه زمانی توی زمان خودش حالا پابلو اسکوبار چیکارا کرده چیکار نکرده. در واقع زندگی نامه 0 تا 100 پابلو اسکوبار که از اینجا بوده و تا اینجا که رسیده رو داره نشون میده. یکی از بهترین سریال هایی که تو زندگیم دیدم. نتفلیکس هم اولش باهاش نبودش ولی خب مثل آخرش تقریبا اومد چسبید بهش و گرفتش و در واقع انحصار این سریال رو به دست آورد. اگه دنبال سریالی هستید که جنایی باشه، داستان قوی و خفنی داشته باشه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این سریال رو بشینید ببینید و میتونم توی لیست خودم بذارمش جز تاپ ترین ها. قطعا این سریال توی لیست 5 تای اول من هست. Your party took money from Escobar. Everyone took money. By the way, it's all American money.
سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال هاوس آف کارد که یه سریال تقریبا سیاسی دیالوگ محوره. اگه دنبال سریال هستید که خیلی دیالوگ محور باشه و دیالوگای خیلی فاخر و خفن و جذابی داشته باشه، قطعا این سریال رو بهتون پیشنهاد میکنم. توی هاوس آف کارد خیلی نباید دنبال اتفاقات هیجان انگیز و بزن و نمیدونم اتفاق عجیبی بیفته. صرفا یه سریال حالت سیاسی تور داره، خیلی دیالوگ های جذاب و خفنی داره و یه حالت سیاسی تور و خیلی پر از مفهوم و معنا هستش نسبتا. جزو یکی از بهترین سریال های لیست ما هم هستش. حالا من از اول فیلم دارم میگم آره این بهترین، ولی خب کلا لیست ما داریم بهترین های نتفلیکس رو صرفا داریم معرفی میکنیم و این هم توی لیست ما قرار میگیره. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال سریال های سیاسی هستید حتما این سریال رو بشینید ببینید. How much it hurts. I don't care how controversial it is. Your job is to find a way. سریالی که بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال آلیس این بوردرلند. قطعا توی ویدیوهای قبلی اصلا یه ویدیو مجزا در موردش براتون ساخته بودم که گفته بودم به جای مثلا اسکوید گیم چه چیزی ببینیم، آلیس این بوردرلند کامل براتون توضیحش دادم چه اتفاقاتی داخلش میفته. خیلی نمیخوام توضیح بدم ولی یکی از سریال‌های جذاب و محبوب منه. تقریبا داستانش خیلی شباهت داره به اسکوید گیم ولی خب خیلی خشن‌تر و خیلی وحشیگانه‌تر و واقعی‌تر و خلاقانه‌تر. قطعا توی ژاپن داره این اتفاق میفته. این سریال توی توکیو، بازیگرش خیلی بازیگر باحالی ان، خیلی نقششون قشنگ بازی میکنن و بازی پر از خلاقیت و اتفاقات و عجیب غریبه. من گفتم بازی، مثلا خود بازی هایی که داخل سریال داره اتفاق میفته رو مثلا خیلی بازی خلاقانه در واقع توی سریال داره چشم مخاطب خودش نشون میده. شماره بعدی لیست ما سریال استرنجر تینگز. خب قطعا خیلی‌ها این عکس کاور این سریال رو ببینن میگن که او مثلا بچگونه است و کودکانه است و بعد مثلا بازیگراش خیلی حالت بچگی و بچه و تینیجری طور دارن، ولی نه. خودم وقتی این سریال رو می‌خواستم ببینم دیدم برادرم داره می‌بینه، گفتم این بچه بازی‌ها چیه داره می‌بینی؟ سریال تینیجر می‌بینی؟ ولی نشستم دیدمش. نسبتا سریال خیلی خوبیه، داستان مهیجی داره، کاراکترایی که داخلش بازی کنن آره تینیجر و بچه‌ن نسبتا، ولی داستان خیلی جذابیه و به شدت طرفدار خیلی بالایی داره این سریال. خیلی‌ها میگن که خیلی اورریتده ولی به نظر من سریال خیلی خوبیه. نتفلیکس چاشنی‌های عجیب و غریب، سیگنیچر عجیبی زیر هر سریالی در واقع از خودش داره نشون میده. حالا نمیخوام تو این ویدیو بازش بکنیم چه چیزی هستش، ولی توی اسکوید گیم هم دیدیم یه سری چیزها رو، ولی توی استرنجر تینگز یکی از خفن ترین های نتفلیکس به نظر من. بعضی که میگن اورریتد، من قبول ندارم. سریال جذابی، واقعا داستان قشنگی داره، وی اف ایکس خیلی جذابی داره. حتما بهتون پیشنهاد میکنم بشینید ببینید تو این لیست. What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم قطعا همتون میشناسید، تقریبا فکر می‌کنم 70% ایرانی‌ها میشناسن. همون سریال اسکوید گیمه و جزو یکی از بهترین های نتفلیکس بود، هم فصل یکش هم فصل دوش. خیلی توضیح نمیخوام در رابطه با این سریال بهتون بدم. در مجموع سریال قوی بودش. حالا فصل دومش هم بخواید حالا بررسی کاملش من براتون قبلا گذاشته بودم و نسبتا فصل یک خیلی قوی تری داشتش، ولی از نظر تبلیغات و از نظر سر و صدایی که کرده بود میگفتن فصل یک واقعا ترکونده بود. همه فکر می‌کردن فقط فصل یک، ولی فصل دومش هم اتفاق عجیبی که افتاد. من واقعا انتظار نداشتم صرفا از این کارگردان و در واقع از این سریال، ولی فصل دومش هم به شکل خودش ترکون، هم از نظر تبلیغاتی هم از نظر استریم روی نتفلیکس و تا همین الان هم بیشترین استریم اون اسکوید گیم در واقع داره توی نتفلیکس. واقعا جذابه به نظر من. دیگه من شکل دیگه نمیتونیم بگیم بعد، اگه بعد بود که اینقدر استریم نمیشد نسبتا توی نتفلیکس. 내가 무조건 이기게 해줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서든. 이러면 안 되는 거잖아. 우리끼리 이렇게 죽으면 안 되는 거잖아. سریال آخری که میخوام بهتون معرفی کنم مایند هانتره. یکی از سریال های خیلی خوب لیست ما هم هستش که زبان شناختی طور داره در واقع این سریال و نمره خیلی بالایی داره. کلا داستانش هم محوریت جنایی طور و اتفاقات جالبی که در واقع توی سریال میفته. نمیتونم خیلی واردش بشم، مثلا دو تا جملهشو بگم اسپویل میشه و جزو یکی از بهترین های نتفلیکس هستش. بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال سریال های جنایی و حالت میستری طور و مثلا یا حالت مخفی کاری، این داستان مخفی کاری نه، منظورم میستری دیگه، در واقع چیزای ناشناخته طور، چیزایی که در جواب معماتو نمیگیری، در واقع این سریال به شما پیشنهاد میشه قطعا و این هم آخرین سریالی که خواستم بهتون معرفی بکنم. What people won't do to each other. There's nothing people won't do. How can we help?
We should be using every resource we can. Talking to the smartest people we find from the broadest. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از لیست من خوشتون اومده باشه. حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید، با بقیه لایک کنید، سابسکرایب کنید اگه علاقه من بودید. این یه لیستی بوده که خیلی سریع گفتم توی 10 دقیقه این ویدیو رو جمع و جورش بکنم، ولی 10 تا فیلم خیلی خفن رو بهتون معرفی کردم. امیدوارم لذت برده باشید. دمتون گرم. خیلی صحبت نمی‌کنم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.